اسرائیل و امریکا آتش بس رو به مفهوم تجدید قوا و بهینه‌سازی قابلیت‌های ابزاری خودشون میدونند. نگاه ایران عموماً یک نگاه صلح محور بوده. رویکرد ایران این هستش که اگر تهاجمی انجام نشه اقدام معطوف به توقف تبادل آتش رو میپذیره. ولی پرسش اصلی این هستش که آیا چنین وضعیت و فرایندی از سوی اسرائیل و ایالات متحده در دستور کار قرار میگیره یا نه؟ نگاهی که من دارم و شواهدی که وجود داره تماما بیانگر این هستش که حد اکثر تا یک هفته دیگه دوباره اسرائیل عملیاتش رو با حمایت‌های تاکتیکی و عملیاتی و ابزاری امریکا شروع خواهد کرد. این حمله مستقیم منظورتونه؟ دوباره مثل همون چیزی که اتفاق افتاد؟ دوباره باز همون اقدامات غافلگیر کننده گام نخستین خواهد بود و عملیات تخریبی گام ثانویه. اینجاست که تأکیدی که من دارم اینه که هم ساخت اجتماعی، هم نهادهای بوروکراتیک و هم نهادهای نظامی به هیچ وجه نباید نسبت به آتش بسی که امریکا و اسرائیل درخواست داشتند رو جدی بگیرن